سلام خدمت همه دوستان عزیزم، امیدوارم حال همتون عالی باشه، پرروزی و پر انرژی باشید. از چنل یوتیوب مستر دیجی ارز در خدمتتون هستیم و امروز میخوایم توی این ویدیو راجع به توکنی صحبت بکنیم که تونست توی این یک هفته 10 روز اخیر 1-0 بندازه، یه سود چند صد درصدی خیلی عالی رو به هولدرهاش بده و توکنی بود که ما قبلا چندین بار معرفیش کرده بودیم توی فرصت‌های خیلی مناسب و آخرین باری هم که راجع بهش صحبت کرده بودیم همین تقریبا 1 ماه پیش بود، 1 ماه 40 روز پیش بود توی این ویدیو که دارید مشاهده میکنید تاریخش رو. و اگر بخوایم بازش هم بکنیم این ویدیو رو میبینیم که قیمتش زمانی که ما اون ویدیو رو ساختیم توی کانال 7027 بود، ولی من خیلی قبلتر توی این ویدیو هم تقریبا نزدیک به 4 ماه پیش توی این ویدیو هم راجع به توکن پپ2 صحبت کرده بودم که اون زمان قیمتش 7014 بود، باز یه مقدار پایین تر از اون هم رفته بود و الان اگه بخوایم قیمت الانش رو ببینیم قیمت الانش 6010 هست و البته یه اصلاح خیلی نسبتا سنگینی داشته ولی تا 6014 هم رفته بالا، یعنی دقیقا نسبت به 1 ماه گذشته یک چیزی حدود 1 رو خیلی راحت انداخته و یه سود 10 برابری رو به هولدرهاش داده. حالا جلوتر میخوایم کامل بررسی بکنیم این توکن رو، هم از نظر تکنیکالی هم فاندی و هم اینکه ببینیم کجا وارد شیم کجا خارج شیم. قبل شروع ویدیو ازتون میخوام که ویدیو رو لایک بکنید، حتما خواهش میکنم کامنت هم بذارید و اگر هنوز چنلمون رو سابسکرایب نکردید حتما همین الان سابسکرایب کنید، این زنگوله رو روشن کنید که باقی ویدیوهامون رو دنبال بکنید و ببینید. خب دوستان عزیزم، البته من توی این ویدیویی که آخرین بار رو ساختم و پپ2 رو اینجا گفتیم 4 تا مین کوین اینجا گذاشتیم که واقعا حرکت‌های هر 4 تاشون خیلی عالی بود، یعنی حداقل 2 تاشون که یه 0 انداختن، اون 2 تای دیگه هم خیلی خوب عمل کردن و یعنی خود هم یه پست اگر می‌دیدین 10 دقیقه رو و رو هر 4 تاش $100 می‌ذاشتی الان کلی سود کرده بودیم. ولی اوکی، مشکلی نیست، میریم برای بررسیش ببینیم که اصلا وضعیت به چه صورته و داستان از چه قراره. خب همونجور که داریم میبینیم قیمت پپ2 در حال حاضر 6011 هست و همونجور هم که قبلا گفتم پپ2 اصلا چی هست؟ پپ2 اومده که مشکلات پپ 1 رو حل بکنه، پپی که پپ اصلی، پپ ورژن 1 که اومد اوایل امسال، اومد خیلی سر و صدا کرد، یه پامپ خیلی قوی داشت و بعدش دیگه رفت تو فاز اصلاح و دیگه ناپدید شد و پپ2 رو آوردن که یه سری مشکلات و ضعف‌های اون پپ رو حل بکنه و الان هم خداییش داره خوب حرکت میکنه و حالا از نظر چارتی و از نظر تیمی قوی عمل کرده. البته این به این معنی نیست که شما بیای کل سرمایه رو بذارید روش. من همیشه گفتم توی هر پروژه که معرفی میشه فقط 10% از سرمایه‌تون رو داخلش قرار بدید. خب کل ساپلایش رو که گفتیم قبلا منتشر کرده. از نظر ساپلایی ما دیگه موقعیت آزادسازی توکن نداریم، این خیلی خوبه و حجم معاملاتی که تو 24 ساعت گذشته داشته رتبه 150 کوین مارکت کپ رو تونسته بگیره و حجمش نسبتا خوب بوده و رتبه کلیش هم به رتبه 531 توی کوین مارکت کپ رسیده با 10% سود نسبت به دیروز. و تغییرات 24 ساعت گذشتهش هم اگه بخوایم ببینیم 10% رشد داشته. من دیروز داخل کانال هم دیشب یعنی این راجع به این توکن صحبت کردم و گفتم که رشد داشته و بعد از اون دیگه تا این ناحیه 6014 که رفته بالا بعد شروع کرده توی فاز اصلاح اومدن و یه ریزش قیمتی رو داشته تا محدوده 7091. یعنی فکر کنم حالا توی این اتفاقی که افتاده خیلی یا لیکوید شدن یا فومو گرفتتشون، شاید مثلا این بالاها ورود کرده بودن و اینجاها خروج کردن، چون معمولا این توکنایی که یه پامپ خوبی دارن و یه اصلاحی میدن خیلی ها توی اوج سوار میشن و بعدش که یه اصلاحی میده خیلی ها میترسن و خارج میشن و متاسفانه کلی ضرر میکنن. حالا از نظر چارتی بررسیش میکنیم. از نظر صرافی هنوز خیلی تو صرافی خاصی نیست. ببینید
توی یه تعداد صرافی کمی هست که این اتفاق خوب براش افتاده. مثلا تو صرافی گیت هست، قوی ترینشون صرافی کوکوین است، صرافی بیت گیت، صرافی مکسی، صرافی البانک، پولونیکس، دیجی فاینکس و بیترو و نووا دکس. این صرافی‌هایی هستش که این توکن رو لیست کردن. کلا صرافی‌های متمرکزی که این توکن رو لیست کردن تعدادشون 8 یا 9 تا هست و اگر که همین وضعیتش رو ادامه بده خیلی خیلی احتمالش وجود داره که بایننس هم بیاد این توکن رو لیست بکنه و بعد از لیست کردن توی بایننس خب دیگه همه میدونیم که حداقل یه رشد خیلی عالی میتونه داشته باشه و شاید یه صفر دیگه هم تو اون وضعیت بندازه، چون معمولا بایننس نشون داده این چند ماه اخیر توکنایی که عملکرد خوبی دارن و خیلی حجم نقدینگی‌های خوبی میاد توشون رو معمولا لیست میکنه و ساپورتشون میکنه. این موضوع امکان داره برای پپتو هم اتفاق بیفته، پس حواستون به فاندش باشه. حالا اون دوستانی که نمیدونن میتونن از کانال توییترشون یا اگه کانال تلگرام داره پیگیری بکنن. خود من هم تو کانال تلگرام هر زمان که خبر لیست شدنش توی صرافی خوب یا بزرگی بیاد قبلش اعلام میکنیم که بتونید حالا اگه ورود نزدید و دوست داشتید خرید بکنید. ولی همین الان میتونید توی صرافی ایرانی کیف پول که لینکش تو کامنت اول هست بدون کارمزد و صرافی البانکی که ما باش کار میکنیم، تو این دوتا صرافی خیلی راحت میتونید خرید بکنید و هولدش بکنید و اینم از نظر صرافیش. حالا بریم یه نگاهی به چارتی بندازیم ببینیم که چی شده و چرا یه دفعه اینجا خورده توی سر چارت و برگشته به پایین. این الان وضعیت 1 ساعته ما هستش که داریم بررسیش میکنیم و میبینیم که اینجا یک مقاومتی رو ما داشتیم قبلا که اومده و بهش واکنش نشون داده و نتونسته ردش کنه. پس اگه بخوایم دنبال دلیل این ریزشه و این اصلاح بگردیم میبینیم که به این مقاومت برخورد کرده و نتونسته بالای این مقاومت خودش رو تثبیت بده، پس دلیل داشته ریزشش و بدون دلیل نبوده. ولی خب باقی مقاومت هایی که سر راهش بودن رو میبینیم خیلی عالی شکونده و همینجور رفته بالا و تبدیلشون کرده به حمایت، ولی فعلا سر این ایستگاه گیر کرده و مقاومت قبلی که داشته توی این محدوده قیمتی رو تبدیل به حمایت کرده و ما اینجا دیگه این باکس رو سبز رنگش میکنیم و تا این محدوده میتونه ریزش، اصلاح یا حالا هر چیزی داشته باشه و اگه این محدوده رو از دست بده اوضاعش خطرناک میشه و میتونه مجددا تا این نواحی بیاد که حالا اگه بخوایم از نظر قیمتی هم بهتون بگیم این ناحیه‌ای که من دارم بهش اشاره میکنم محدوده قیمتی 708 تا 85 هست این ناحیه که تبدیل به حمایت شده براش و اگر این ناحیه رو از دست بده سقوط سنگین‌تری رو ما میتونیم شاهد باشیم. پس شما فعلا باید حواستون باشه به این اصلاحی که داره میده و به این شادوی بلندی که زده رو به پایین و احتمال اینکه بیاد و تا این ناحیه اصلاح بکنه وجود داره و توی این ناحیه حمایت بشه و برگرده رو به بالا. امکانم داره از همین ناحیه برگرده رو به بالا و این مقاومت رو هم بتونه رد کنه، چون تعداد صفراش زیاده. معمولا این توکن ها زیاد تحلیل پذیر نیستن، ولی خب ما داریم طبق چارتی که داریم صحبت میکنیم. من این نمودار رو روی تایم فریم رو روی روزانه قرار میدم ببینیم وضعیتش به چه صورت هست. توی تایم فریم روزانه خیلی وضعیت برای ما کامل تر میشه. داریم میبینیم قشنگ یه نیم دایره رو ما اینجا تونستیم شکل بدیم، یه نیم دایره بزرگتر رو اینجا ما داشتیم و یه نیم دایره کوچیک رو اینجا داشتیم و اینجا هم داریم میبینیم مقاومتی که بهش واکنش نشون داده دقیقا همون اوایل کارش اینجا یک بار یه گره اینجا داشته، بعد ریزش داشته. این نیم دایره‌ای که شکل داده مجددا توی این ناحیه بهش رسیده و دارید ببینید با یه شادو رفته این مقاومت رو تست کرده، مجددا ریزش داشته. یه نیم دایره رو ما اینجا مجددا شاهد بودیم، باز رسیده به این مقاومت و نتونسته ردش بکنه و احتمال این که مجددا توی تایم فریم روزانه شاهد تشکیل یه الگوی نیم دایره تا همین محدوده حمایتی باشیم و خیلی کوچکتر، حالا نصف این الگو رو ما اگر بخوایم اینجا ترسیم بکنیم، احتمال اینکه مجددا بیاد تا این ناحیه و یک بار دیگه این ناحیه مقاومت رو تست بکنه وجود داره و
بعد از اون احتمال اینکه بتونه این مقاومت رو بشکنه وجود داره. البته اینا صرفا همه تحلیله و امکان داره که برعکسش هم پیش بیاد، ولی خب از نظر چارتی داریم میبینیم که وضعیت فعلا به این شکل هست و فعلا این مقاومت مهمیه، این حمایت هم حمایت مهمی هست. اینجا هم ما یه اندیکاتور بهتون معرفی کرده بودم تقریبا چند روز پیش، ویدیوش رو هم ساختم. من الان غیر فعالش کردم. اگه فعالش بکنیم میبینیم که چقدر خوب ما رو راهنمایی کرده. توی تایم فریم بالا که قرارش میدیم، الان مثلا توی تایم فریم 4 ساعته، اینجا قشنگ داریم میبینیم که یه ناحیه بای به ما داده و طبق اون صحبتی هم که من توی اون ویدیو کردم، چارتمون هم سبز رنگ و رو به بالا شده و دقیقا هم بعد از این کندل به ما ناحیه سل رو داده، ولی چارتمون هنوز قرمز نشده، چون میگم خیلی معمولا سریع واکنش نشون نمیده این خط رونده. اما اینجا به ما ناحیه سل رو داده و میبینیم که چه ریزشی هم اینجا داشته. پس اندیکاتور هم اندیکاتور خوبیه، سعی کنید ازش استفاده بکنید. توی این ویدیو من راجبش صحبت کردم و امیدوارم که بتونید از این PP2 یه سود خیلی خوبی گرفته باشید. میدونم خیلیاتون تا الان سود خوبی کردین، پیامایی که داره برای من میرسه سودای خیلی خوب و مناسبی بوده، خدا رو شکر، واقعا خوشحالم و امیدوارم اون دوستانی هم که هنوز از این بازار سود نکردن به زودی سود بکنن و بتونن سهمشون رو از این بازار بردارن. برای خرید PP2 مجددا میگم از صرافیه که توی کامنت اول قرار دادم میتونید استفاده بکنید و ازشون خرید و فروش انجام بدید. مرسی که تا آخر ویدیو همراه من بودین. تا یه روز دیگه و یه ویدیو دیگه، یا